مثال 58 ifade رو ساده کنیم. ifade رو چه قوس رو باید چک شدن باید دونیم. اول یکم عدد رو با دو اعضای قوس دوم ضرب کنیم، بعد مینوس 4 رو با دوی عرض اینها. ببین خیلی قوس رو بشویم. یکم 3 مینوس 4 ضرب 3 مینوس 3 این به چی برابر میشود؟ اول 3 رو با 3 ضرب میکنیم که با 3 کوادرات برابر است، بعد با 3 رو با 3 که مینوس 3 باید دقت کنیم. بعد مینوس 4 رو با 3 ضرب مینوس 4 3 میشود. 3 در اینجا مثبت است، اون رو باید دقت کنیم. بعد مینوس 4 با مینوس پلس 12 میشود. اگر ما این رو ساده کنیم این به چی برابر میشود؟ 3 کوادرات مینوس 7 3 جمع 12. این قوس رو وقتی که شدیم اکنون ما در بیرون از قوس با ifade داریم، همش رو در یک جا نویسیم. 3 کوادرات مینوس 7 3 جمع 12 مینوس 3 کوادرات جمع 7 3. از اینجا دقت کنید چه اختصار میکنند؟ 3 کوادرات و یکدیگر رو اختصار میکنند و مینوس 7 3 پلس 7 3 باز اختصار میشه و در آخر با ما فقط 12 میماند و جواب ما هم میشود. مثال 59 ifade رو ساده کنید. باز به مثال 58 مانند است. اول باید قوس رو گشاییم. z مینوس 1 z جمع 4 چیکار میکنیم؟ اول ضرب میکنیم z رو با هر دو اینها و این به چی برابر میشد؟ z کوادرات جمع 4 z. بعد مینوس 1 رو با z ضرب میکنیم، بعد مینوس 1 رو با 4 این میشد مینوس z مینوس 4 میشود. بعد اینها رو ما باید ساده کنیم، یعنی z 4z اینو اختصار باید کنیم. z کوادرات جمع 3z مینوس 4 میشود. اکنون ifade با بیرونه اینها رو ما باید جمع کنیم. z کوادرات جمع 3z مینوس 4 که قوس رو شدیم جمع 4 مینوس z کوادرات. اکنون نگاه کنید چه اختصار میشوند؟ z کوادرات ها یکدیگر اختصار میکنیم و مینوس 4 پلس 4 اینها هم اختصار میشه و در آخر با ما فقط 3 z باقی میماند. مثال 60 قوس رو باید اول گشاییم. به مثال پیشین مانند است. 5 مینوس y جمع 4. ببین قوس رو اول 5 رو به هر دوی ifade قوس دوم ضرب میکنیم. 5 y جمع 20 میشود. بعد مینوس y رو به هر دوش ضرب میکنیم. مینوس y کوادرات مینوس 4y. اکنون بیاین اینها رو ساده کنیم. این چی میشود؟ مینوس y کوادرات از کلان به مایده رویم جمع y جمع 20 میشود. بعد ifade در بیرون داریم و چی داریم؟ یک کوادرات مینوس y در اینجا که پلوس است و اشاره های وقتی ما قوس میکنیم یعنی چی تاثیر نمیکنه، یعنی مینوس y کوادرات چی اشاره داشتن همونها میبینن جمع y جمع 20 میشود. و اینها رو ما ساده کرده میتونیم. y کوادرات های دیگر رو میبرن y مینوس y پلوس y میبرن و در آخر فقط 20 میموند. مثال 61 در اینجا n عددی ناتورالی است، یعنی عددی مثبت است. همون وقت وقتی ما قوس رو میگشاییم همین شکلی سادهش چی میشه همون رو میپرسد. نیا کنیم وقتی 2n عددی نداریم 2n همون وقت این جفت است. جای n چی که نمونه دلخواه یک عدد مونه 2n فقط جفت است، یعنی مینوس 1 و درجه جفت همون وقت چی میشود؟ پلوس 1. برای چی؟ یعنی مینوس 1 رو با خود جفت مراتبه باید ضرب کنیم. این میتواند دوشنه یا اینکه 4 مراتبه یا اینکه 6 مراتبه فرق نیست. مینوس 1 رو خود رو با خود جفت مراتبه ضرب کنیم هم وقت جواب 1 میشه. این رو باید دانیم. در دویم حالت باشد مینوس 1 این درجه 2n جمع 1 در اینجا توق است، یعنی مینوس 1 رو با خود مینوس 1 مراتبه توق مراتبه ضرب کرده. این چی میشه؟ یک بار خودش ممکن یا اینکه 3 مراتبه با خود ضرب میکنه تا ممکن 3 مراتبه با خود ضرب میکنین 2n جمع 1 در اینجا هم وقت توق است. اینو باید دانیم. یا اینکه پای مراتبه خود جواب هم وقت چند مراتبه توق ضرب میکنه هم وقت مینوس 1 میشه. و مخرج رو هم ساده کنیم. 2 از مینوس 2 از 4 این به چی برابر است؟ به 0 از 5. اکنون همش رو یک جای گرفته کار کنیم. بالای ما چی شد؟ در بالا این برابر 1 جمع مینوس 1 گفتیم تقسیم 0 از 5. بالا نگاه کنیم 0 تقسیم 0 از 5. پایان چی که نباشد 0 تقسیم همونده هم وقت به 0 برابر است. مثال 62 اکنون n در اینجا
عددی ناتورال است. ایفاده را ساده کنیم. در مثال 61 چقدر گفتیم مینوس 1 در جای 6n که این هم وقت با ما جفت میده. توق نیست. این هم وقت به چی برابر است؟ با 1 برابر است. مینوس 1 در درجه 2n جمع 3 باشد. این همان وقت توق است. وقتی که توق است این هم وقت جواب ما به مینوس 1 برابر است. اینو با آسانی هم دیده میتوانیم خیلی نوشتم مینوس 1 درجه چند 2n نوشته میتونیم. ما در پیش نفتیدیم که این وقت با 1 است. 1 درجه 3 این با 1 برابر است. مینوس 1 ما قاعده درجه استفاده برده استفادم ضرب مینوس 1 درجه 3 گفته میتونیم. یا کنیم مینوس 1 درجه 2n این هم وقت 1 است چون که جفت است. مینوس 1 با خود 3 مونده مینوس 1 میشه. ضرب مینوس 1 این برابر مینوس 1 است. پایان چی است؟ وقتی ما 5 از 7 مینوس 5 از 2 کنیم با 0 از 5 برای چی عدد رو ناز میبینم 0 از 5 که در سال پیش هم بود. بیاین کار کنیم. یکم ایفاده ما با 1 برابر شد. مینوسی دویم خود به مینوس 1 میشود تقسیم 0 از 5. بالا این 2 است تقسیم 0 از 5 این برابری 4 میشود. 2 رو به نیم تقسیم کنیم هم وقت به 4 برابر است. مثال 63 مینوس 1 مینوس 1 نه در اینجا تماما 1 درجه 6n جمع 2 چی که نباشد این n عدد ناتورالی است. این هم وقت با 1 برابر است. یا اون قاعده نداریم. مینوس 1 در درجه 2n جمع 3 که در پیش دیدیم این هم وقت با مینوس 1 برابر است. و پایان 3 از 7 مینوس 1 از 2 این برابری 2 نیم می شود. و اگر ما اینها رو ساده کنیم چی می شود؟ 1 در اینجا نویسیم 1 مینوس 1 می شود تقسیم 2 از 5 و این برابری 2 تقسیم 2 از 5 این به 4 تقسیم 5 برابر است یعنی 9 از 8 تقسیم رو با آسانی کرده می توانیم. مثال 64 اکنون در اینجا قیمتی فور وقتی که n برابری 3 است رو باید کار کنیم. بیاین خیلی کار کنیم. مینوس 2 درجه چند می شود؟ دیگه چی باشد؟ 6 می شود. همه خیلی است. مینوس 2 در درجه 3 مانیم 6 5 می شود تقسیم 2. چقدر که ما می داریم مینوس 2 درجه 6 این جفت است. جواب ما مثبت می شود یعنی 2 در درجه 6 چند است؟ این 64 است. یعنی 2 رو 6 مرتبه خود ضرب 64. جمع دوم ایفاده ما این توق می شود. درجه که توق است مینوس می شود مینوس 32 می شود یعنی مینوس 32 می کنیم تقسیم 2. وقتی قوس رو میکنیم 64 مینوس 32 میشود تقسیم 2 و این به 32 تقسیم 2 و این به 16 برابر است. مثال 65 قیمت ایفاده رو به هنگام n برابر 2 باشد. در از اینجا بیاین جای n 2 مونیم این چی میشه؟ مینوس 3 در درجه جای n 2 مونیم 4 مینوس 1 نویسم همش رو 2 مینوس 1 مینوس 3 ضرب 2 ضرب 2 تقسیم 2 است. این چی میشه؟ مینوس 3 در درجه 3 مینوس 3 در درجه 4 تقسیم 2. 3 رو به خود 3 مرتبه بزنیم 27 میشد. این که توق است مینوس 27 میشود. مینوس 3 درجه 4 این 81 است. مینوس 81 تقسیم 2. مینوس 27 مینوس 81 این به 108 مینوس 108 برابر است تقسیم 2 این میشود مینوس 54. مثال 66 قیمت ایفاده هم وقتی که n 3 باشند بیاین جای n 3 مینوس 5 در درجه 2 ضرب 3 مینوس 4 مینوس 5 2 ضرب 3 مینوس 3 تقسیم 2. این را اگر کار کنیم مینوس 5 در درجه 6 2 می شود مینوس 5 در درجه 3 می شود. نگاه کنیم مینوس در قوس نیست. در اینجا فرقی کلان است. مینوس 5 در درجه باشد این 25 یعنی مینوس 5 ضرب 25. لیکن اگر به قوس باشد این مینوس 25 میشه. این باید دقت کنید چون که در اینجا قوس نیست. مینوس از 5 کوادرات علاوه آمدگی است. تقسیم 2 کنیم و این چی میشه؟ مینوس 25 5 کوب 125 مینوس 125 مینوس با در درون قوس نیست و درجه تعلق ندارد تقسیم 2 میشه. و این اگر ته رو اجرا کنیم مینوس 150 تقسیم 2 و این به چی برابر؟ مینوس 75 برابر است.